سلام دوستای عزیزم، اومدم با یه آموزش خیلی راحت و سریع با یه ماکارونی خوشمزه. من چون دختر کوچیکم دیانا با مرغ میونه خیلی بهتری داره تا با گوشت، از مرغ اسلایس های مرغ استفاده میکنم. مرغ رو به همراه پیاز داخل ماهیتابه میریزم. بعد ماکارونی آبکش شده رو میریزم توی آب لیمویی که تهش با سیب زمینی یا نون کفشو قرار دادم برای تردیگش. تردیگ ماکارونی عالی میشه. از واسه مرغمون از یه مقدار خیلی کم زرد شده برای کشته شدن هم بهترش استفاده میکنیم و یه مقدار فلفل. اینم از فلفلمون. خمش میزنیم. مطمئن باشید که کمتر از 10 دقیقه زمان میبره واسه داشتن یه ماکارونی خیلی خوشمزه. رب میخوان. من ربمو توی یخچال نگه میدارم چون رب خونگیه. ربو بهش اضافه میکنم. اینم از ربمون. میتونیم پنیر پیتزا هم بریزیم به خاطر بچه ها. بعد خیلی خوشمزه میشه. یا پنیر پارمزان عالی مزهش. یه مقدار از آب جوش استفاده میکنم. من نمک رو به مرغ زده بودم. اینم از مایه من غذاهای سریع و دوست دارم. اصلا دوست ندارم وقتم رو زیاد توی آشپزخونه بذارم برای غذاهای طولانی. حتی خورشام باید سریع باشه، مگه نه؟